پیش از سیل خوزستان در جریان سیل در لرستان، صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که حاضر به سیل زده ها کمک بکنه با همه امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی خودش. بعد از اون آلمان، کانادا، فرانسه و کشورهای دیگری اعلام آمادگی کردند برای کمک به سیل زده ها. ولی دولت جمهوری اسلامی قبول نکرد و گفت نیازی نیست. جهانگیری اعلام کرد که ما خود به سیل زده ها کمک میکنیم. چند روز سپری شد، همه شاهد هستیم که نه تنها کمکی به سیل زده ها صورت نگرفت، بلکه بنا به درخواست سپاه پاسداران نیروهای 8 شعبی عراق با پرچم عراقی وارد خوزستان شدند بدون هیچ گونه امکاناتی، با سلاح. و در لرستان نیروهای فاطمیون افغان وابسته به سپاه قدس وارد شدند بدون هیچ گونه امکاناتی برای جلوگیری از سیل. به محض ورود نیروهای 8 شعبی به خوزستان، بیش از 25 تن از جوانان خوزستانی بدون هیچ گونه دلیلی دستگیر شدند. جمهوری اسلامی میترسه از قیام مردم خوزستان، نگرانه و در این زمینه حتی دیگه به نیروهای مسلح خودش هم اعتمادی نداره. بدتر از همه اینها، کمک هایی که از طرف کشورهای خارجی، ترکیه، ژاپن و فرانسه برای سیل زده ها ارسال شده در بازار پیدا میشه. این کمک ها رو دارن میفروشن. ما بارها اعلام کردیم که به نهادهای دولتی تحت هیچ عنوان اعتماد نکنید. حالا که این مسئله فاش شده، اومدن گفتن که ما پولش رو به سیل زده ها میرسونیم. جوانان خوزستان، لرستان و گلستان حق دارن از مال، از منازلشون، از زمینهاشون دفاع بکنن. حق دارن اعتراض بکنند. فراتر از این، ما همه مردم ایران در سراسر کشور در صورت هر گونه اعتراضی در خوزستان، در لرستان، در گلستان، در هر جای دیگه موظف هستیم به دفاع از اونها، موظف هستیم به حمایت و پشتیبانی. این یک درد مشترک جمهوری اسلامی، درد مشترک همه مردم ایرانه. امروز نوبت خوزستان، فردا نوبت شماست.